سلام به همگی. امروز میخوایم در مورد یه ابزاری حرف بزنیم که میتونه روش تحقیق و یادگیری شما رو زیر و رو کنه. آماده این که با یکی از بزرگترین دردسرهای دنیای آکادمیک برای همیشه خداحافظی کنین؟ تا حالا براتون پیش اومده که وسط خوندن یه مقاله علمی یا حس کنید انگار افتادین توی اقیانوس از کلمه‌های عجیب و غریب، هرچی هم دست و پا میزنین انگار دارین بیشتر فرو میرین؟ اگه جوابتون بله است، باید بگم که اصلاً تنها نیستین. این میدونین یه جور دیوار نامرئیه، یه چالش جهانی که تقریباً همه، از دانشجو بگیر تا خود استاد تمام، باش دست و پنجه نرم میکنن. آخه فقط یه لحظه بهش فکر کنین. ساعتها وقتمون صرف میشه تا فقط معنی یه کلمه یا یه پاراگراف پیچیده رو بفهمیم. این دقیقاً همون زمانیه که میتونستیم بذاریم روی خود تحقیق، روی یادگیری عمیق‌تر موضوع. واقعاً حیفه نه؟ خب، حالا اگه بهتون بگم یه راه حل وجود داره چی؟ یه ابزار به اسم Explain Paper رو تصور کنین. انگار یه مترجم شخصی هوشمند دارین که همیشه کنارتونه تا دنیای پیچیده علم رو براتون ترجمه کنه. ببینین، Explain Paper در واقع یه ابزار هوش مصنوعیه که کارش خیلی ساده است. میاد اون بخشای سخت و تخصصی مقاله‌های علمی رو براتون به زبون خودمون، به زبون ساده توضیح میده. هدفش چیه؟ اینکه خوندن مقاله‌ها براتون سریع‌تر، راحت‌تر و راستش لذت بخش‌تر بشه. خب، حالا بریم سراغ اصل مطلب. این ابزار دقیقاً چطوری کار میکنه؟ چطور میتونه اون همه سردرگمی رو به یه درک شفاف و روشن تبدیل کنه؟ کار کردن باهاش به طرز شگفت‌آوری ساده است. یعنی واقعاً فقط 3 مرحله ساده داره. اول مقالتون رو آپلود میکنین. دوم، اون قسمتی که براتون سخته، حالا چه یه کلمه باشه چه یه پاراگراف، هایلایتش میکنین. و سوم، تمام. همون لحظه یه توضیح ساده و روون تحویل میگیرین. به همین راحتی. اما صبر کنین. اگه اون توضیح ساده کافی نبود چی؟ اگه سوالای عمیق‌تری داشتیم. اینجاست که Explain Paper یه برگ برنده دیگر رو میکنه. با کنفیوسیوس آشنا بشین. دستیار چت هوشمند خود این ابزار. با این قابلیت شما عملاً میتونین با مقالتون حرف بزنین. یعنی هر سوالی که به ذهنتون میرسه رو بپرسین و به یه درک خیلی عمیق‌تر از موضوع برسین. خیلی خوب. حالا سوال اینه که این ابزار دقیقاً به درد کیا میخوره. بیایم ببینیم چه کسایی میتونن بیشترین سود رو ازش ببرن. اول از همه پژوهشگرها که میتونن با سرعت خیلی بیشتری منابعشون رو مرور کنن. بعد دانشجوهای ارشد و دکترا. فکرشو بکنین، دیگه لازم نیست با متنهای سخت کشتی بگیرن و میتونن مستقیم برن سراغ تحلیل. برای اساتید و دانشگاهیایی هم که میخوان وارد یه حوزه جدید بشن، این ابزار مثل یه میانبر عمل میکنه. و در کل برای هر کسی که لازم داره مفاهیم فنی رو سریع بفهمه عالیه. البته بیایم واقع بین باشیم. هیچ ابزاری بی‌نقص نیست. برای اینکه یه نگاه منصفانه و کامل داشته باشیم، لازمه که هم نقاط قوتش رو ببینیم و هم محدودیت‌هاش رو. پس بریم سراغ مزایا و معایب. خب، از یه طرف بزرگترین مزیتش صرفه‌جویی فوق‌العاده تو وقته. ایده‌های پیچیده رو در دسترس میکنه و کار باهاش خیلی راحته. اما از طرف دیگه باید حواسمون جمع باشه که توضیحات هوش مصنوعی همیشه، تأکید میکنم، همیشه 100% دقیق نیست. یه محدودیت مهم دیگه هم اینه که فعلاً فقط متن رو میفهمه، یعنی از تحلیل نمودارها و عکس‌ها خبری نیست. بریم سراغ بحث هزینه‌ها. ساختار قیمت‌گذاریش خیلی شفافه. یه پلن رایگان داره که برای تست کردن و استفاده‌های کم و محدود واقعاً عالیه. اما اگه شما یه کاربر حرفه‌ای هستین و هر روز با مقاله‌های علمی سر و کار دارین، خب پلن پریمیوم با دسترسی نامحدود و مدل‌های پیشرفته‌تر هوش مصنوعی قطعاً انتخاب منطقی‌تریه. این جمله به نظرم اصل مطلب رو میگه. استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی زمان یادگیری رو برای پژوهشگرها و دانشجوها به میزان چشمگیری کاهش میده. میبینین؟ هدف نهایی دقیقاً همینه. یادگیری سریع‌تر ولی در عین حال عمیق‌تر. خب، حالا که با خود Explain Pay آشنا شدیم، بیاین یه قدم بریم عقب‌تر و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم. اینجور ابزارها به طور کلی چه تأثیری روی آینده یادگیری و تحقیق همه ما میذارن؟
نکته کلیدی و شاید مهمترین حرف امروز اینه. این ابزارها دستیارهای فوق‌العاده قدرتمندی هستند، اما هرگز جایگزین تفکر انتقادی و تحلیل شخصی خود ما نمیشن. یه هشدار مهم، همیشه باید صحت اطلاعاتی که از هوش مصنوعی میگیریم رو دوباره چک کنیم. این یه اصل غیرقابل مذاکره است. و در آخر میخوام این سوال رو برای شما به جا بذارم تا بهش فکر کنین. آیا ما واقعاً داریم وارد دورانی میشیم که هوش مصنوعی تعریف ما از تحقیق و یادگیری رو برای همیشه تغییر میده؟ به نظر میرسه آینده آموزش یه جایی بین ذهن ما و توانایی‌های این ابزارها شکل میگیره.